سلام به روی ماهتون. بریم با هم این استیچ پرطرفدار رو درست کنیم. همونطور که میدونید این استیچ یکی از کاراکترهای پرطرفدار کارتونی هستش که این روزها خیلی هم ترند شده. برای درست کردنش نیاز داریم به یک تیکه خمیر آبی که شما میتونید به هر اندازه‌ای که دوست داشتید از اون خمیر بردارید. خمیر رو کف دستمون گرد میکنیم و به صورت یک اشک توپل در میاریم. اون رو میذاریم روی سطح میز و روش روی مقدار فشار میدیم به طوری که پشت کارمون صاف و روی کار یک مقداری برجسته باشه. خیلی فشارش ندیم، در حدی که یک مقداری کار باز شه کفایت میکنه. سعی کنید که حتما مراحل کار رو که انجام میدید هر قسمتی رو که درست میکنید بذارید خشک بشه. من اینجا یه پارچه پهن کردم و اون سر رو که درست کردم روی پارچه گذاشتم تا یه مقداری هوا بخوره. حالا میریم برای درست کردن دهان یا پوزه این عروسک. یه خمیر آبی کم رنگ برمی‌دارید. میتونید از همین خمیر آبی پررنگ رو یه مقدار با سفید قاطی کنید تا بشه یه خمیر کم رنگ و اون رو به صورت یه دایره در میاریم. بعد این ابزاری که دست من هست بهش میگن زیرپای مبلی. شما با هر ابزاری که دم دستتون دارید میتونید این کار رو انجام بدید و اون دایره‌ای که در آورده بودیم رو به صورت استوانه درستش میکنیم. اول روی صورت عروسکمون میذاریم، اندازه میگیریم. اگر اندازش درست بود اون رو با زیرپای مبلی فشار میدیم و به اندازه‌ای که میخوایم پهناش باشه. اگر میخواین از این پهن در باشه میتونید خمیر بیشتری بردارید و پهن‌ترش کنید. من همینقدر کوچیک برداشتم. پشتش رو آغشته به چسب چوب میکنیم و اون رو در قسمتی که برای دهانش در نظر گرفتیم میچسبونیم. قسمت دهان رو یه مقداری با دستتون فشار بدید که کاملا لبه ها بچسبه، چون امکان داره بعد از خشک شدن یه مقدار به سمت بالا برگرده و کارتون رو زشت و دفرمه بکنه. مرحله بعد ساخت چشم‌ها هستش. برای زیرساز چشم‌ها نیاز داریم ما به 2 تا گردی از خمیر همون آبی کمرنگی که برای دهان استفاده کرده بودیم. اون رو یا با دستتون یا با ابزار زیرپای مبلی به صورت یه اشک توپل در بیارید و اول کنار هم بذارید تا ببینید اندازه هم هست یا نه. حتما این موضوع توجه داشته باشید که این به ظرافت کارتون خیلی کمک میکنه که کارهایی که قرار قرینه بشه اندازه هم باشه. اون رو با زیرپای مبلی یه مقدار صافش میکنیم و اگر نیاز داشت به دستمون بهش شکل میدیم تا بیشتر شبیه یه اشک بشه و پشت کار رو آغشته به چسب چوب میکنیم. بچه ها حتما دقت داشته باشید که چسب چوبتون بیرنگ باشه، چسب چوب مشهد یا شمال. پشت کار رو آغشته به چسب چوب میکنیم و در اون قسمت از صورت که مد نظرمون هست چشم ها باشه زیر ساز چشم ها رو میچسبونیم. سعی کنید فاصلش بچه ها حتما بیشتر باشه، خیلی نزدیک به هم نچسبونید که کارتون جالب نمیشه. همونطور که برای دهانش گفتم برای چشم هم یه مقدار با دستتون اون رو فشار بدید که کامل فیکس بشه و بعد از خشک شدن لبه ها به سمت بالا بر نگرده. میریم برای ساخت قسمت بعدی چشم ها که ما اینجا نیاز داریم به خمیر مشکی. از خمیر مشکی بچه ها خیلی کم باید بردارید، به اندازه یک دونه عدس. نیا کنید چقدر کوچولو چشم هاشون و حتی اگر دیدید که یه مقدار بزرگ هست از هر کدوم به اندازه خیلی کم بردارید که کاملا قرینه در بیاد. چشم ها رو هم با همون زیرپای مبلی یا با دستتون به صورت یه اشک توپل در بیارید و دوباره دقت داشته باشید که حتما یه اندازه باشه. قبل از پهن کردنشون حتما کنار هم بذارید که از یه اندازه بودنشون مطمئن بشید. مجددا برای چسب دادن چشم ها ما روی خود کار رو چسب میزنیم، چون دیگه نمیشه پشت چشم ها چسب زد، خیلی کوچولو هستن. اون قسمتی که میخوایم چشم ها باشه رو چسب میزنیم. من میخواستم چشم ها یه مقدار اوریب باشن، برای همین چسب رو اوریب زدم. شما اگر میخواین که داخل مردمکش صاف باشه میتونید اون قسمت رو هم صاف بچسبونید. قسمت چشم ها رو هم یه مقدار با دست فشار میدیم که کار کاملا فیکس بشه.
بچه‌ها من چون اینجا دارم فیلم برداری میکنم یه مقداری متمرکز نیستم روی کارم. شما میتونید خیلی با ظرافت بیشتر و تمیزتر این کار رو انجام بدید. میریم برای قسمت بعدی، ساخت بینی و گوش ها. من بینی رو یه مقداری تیره تر برداشتم. برای تیره کردن قسمت بینی میتونید از آبی و مشکی استفاده کنید به نسبت 4:1. یعنی اگر 4 قسمت آبی برمی‌دارید یه قسمت مشکی قاطیش کنید که یه آبی تیره یا یه آبی نیلی طور بهتون بده. قسمت بینی رو چسب می‌زنید و اون دایره‌ای که درست کردیم رو ما بین چشم‌هاش میچسبونیم. خیلی بالا نه، نزدیک به دهانش باشه. میتونید هم اون قسمت بینی رو گرد کنید هم به صورت دایره‌ای شکل باشه. برای قسمت موها از همون آبی پررنگی که برای بینی درست کرده بودم برمیدارم و اون رو به صورت یه اشک توپل در میارم. اون قسمتی که برای موها مشخص کردید رو چسب بزنید، کاملا وسط سر عروسک میشه و موها رو اون قسمت میچسبونید. قسمت باریک اشک بچه‌ها روی سر هستش و قسمت توپل اشک به سمت بالا هستش که یه مدل فاکولتور در بیاد روی سرش. میریم قسمت بعدی برای ساخت گوش ها. به 2 تا گردی یه اندازه نیاز داریم که اون رو به صورت 2 تا اشک در میاریم، اشک کشیده و تقریبا بلند، ولی خب کنار سر بذارید که همخونی داشته باشه با سر عروسکتون. یه مقدار اون رو با زیر پای مبل صاف میکنیم و میذاریم روی پارچه تا یه چند ثانیه هوا بخوره. و برای داخل گوش ها نیاز داریم به یک خمیر صورتی خیلی کم رنگ که اون رو هم 2 تا دایره یک اندازه برمی‌داریم و به صورت اشک در میاریم. و با زیرپای مبلی هر دو تا رو به یک اندازه پهنش میکنیم. روی قسمتی که میخوایم وسط گوش ها باشه چسب میزنیم، روی گوش های آبی رو و گوش های صورتی رو میچسبونیم داخل آبی ها. همینطور که میبینید هر دو تا گوش کامل شدن. برای برش کنار گوش های استیج ما نیاز داریم به یه وسیله تیز که من از یه مقدار از تیغ کاتر هم استفاده کردم. شما میتونید از کاترهای هنری یا از سر چاقو هم استفاده کنید. یه مثلث کوچیک از کنار هر دو طرف گوش ها به صورت قرینه جدا میکنیم از خمیرمون و وسط خمیر رو من با ابزار فوندانت این کار رو انجام دادم، ولی شما میتونید با ابزار 11 و خطکش هم این کار رو انجام بدید. یه مقداری وسط کار رو خط میندازید تا بتونید گوش رو تا بزنید. خب گوش ها آماده شد و میخوایم که اونها رو بچسبونیم. این رنگ و این ابزار داتینگ هستش که برای داخل مردمک چشمش استفاده میکنم. کنار سر رو چسب میزنیم که گوش ها رو بچسبونیم. من گوش رو به سمت بالا چسبوندم. شما میتونید نسبت به عکس هایی که از این کاراکتر دارید مدلش رو تغییر بدید. گوش ها رو که چسبوندیم برای اتصال سر به بدن میتونید از خلال دندون استفاده کنید. قسمت زیر سر عروسک رو با یه ابزاری سوراخ ایجاد کنید و حالا خلال دندون یا هر چیزی که برای اتصال میخواین استفاده کنید رو آغشته به چسب کنید و داخل سر عروسک قرار بدید تا یه ذره هوا بخوره.
برای داخل مردمک چشم ها من از رنگ سفید آکریلیک استفاده کردم. یک کوچولو سر ابزار دوتینگ رو داخل رنگ ها زدم و جای چشم ها زدم. سعی کنید قرینه باشه. برای درست کردن بدن ما نیاز داریم به یه اشک توپل، ولی سعی داشته باشید که از اندازه سرش یک مقداری کوچکتر باشه تا کارتون مشکلتر و جذاب‌تر دیده بشه. اون اشک رو روی میز میذارید و مجددا مثل سر با کف دستتون یه مقدار فشار میدید که پشت کارتون صاف و روی کارتون برجسته باشه. بدن رو میذارم یه مقداری هوا بخوره. برای درست کردن دست و پاها من از خمیر یه اندازه استفاده کردم. شما اگر دوست داشتید میتونید دست یا پا رو بزرگتر درست کنید. خمیرهایی که برداشتیم رو به صورت یه اشک در میاریم. مجددا اشک‌ها رو کنار هم قرار بدید تا از یه اندازه بودنشون مطمئن بشید و با یه ابزار قسمت پاها رو و دستها رو به صورت یه دایره شکل دورش بکشید. نمیدونم داخل فیلم مشخص هست یا نه. دور تا دور دست و پاش رو یه حالت دایره شکل با یه ابزار خط بندازید. میتونید با پشت چاقو و خطکش هم این کار رو انجام بدید. دست و پاها رو میذاریم کنار تا یه مقداری هوا بخوره. برای قسمت روی شکم عروسک من از همون خمیر آبی کمرنگی که برای دهان و زیرساز چشم استفاده کرده بودم یه اشک بلند به اندازه بدن عروسک هم در میارم. حتما اندازش رو بگیرید که خب خیلی کوچیک و خیلی بلند نباشه و روی سطح کارتون رو چسب بزنید و قسمت آبی کمرنگ رو روی بدن که آبی پررنگ هست بچسبونید. حالا میریم سراغ چسبوندن دست ها و پاها. هر قسمتی که میخوایم پاها باشه میتونید همونجا رو چسب بزنید و پا رو بچسبونید. من میخواستم عروسکم به صورت نشسته باشه، برای همین بغل بدن رو چسب زدم و پاها رو اون قسمت چسبوندم. شما میتونید زیر کارتون رو هم چسب بزنید و پاها رو به صورت آویز کنار هم قرار بدید. دست ها رو هم من به سمت جلو میخواستم بیارم، برای همین قسمت جلوی کار رو در نظر گرفتم برای دست ها. اول قسمتی که میخوایم دست‌ها باشه رو مشخص میکنیم، چسب میزنیم و بعد دستمون رو به همون سمتی که مد نظرمون هست میچسبونیم. میتونید دست عروسکتون هم چیزی بدید بچه‌ها، حالا قلبی یا از عروسک‌های کوچکتر میتونید استفاده کنید و اون قسمت وسط دست‌هاش اون عروسک رو بچسبونید و بعد دست‌ها رو بزنید. برای اتصال سر به بدن بالای بدن رو مجددا با یه ابزاری، من این ابزاری که استفاده کردم ابزار شماره 11 هستش. شما با هر ابزاری که دم دستتون هست یه مقداری بالای کار رو سوراخ کنید و اون قسمت رو آغشته بچسب کنید و سرتون رو به بدن متصل کنید. اگر حین کار قسمت‌های از بدن دفرم شده اون رو با دستتون شکل بدید و تمام. همینطور که می‌بینید یه عروسک جذاب و خوشگل شما کمتر از 15 دقیقه ساختینش و میتونید با فروش این درآمد زیادی کسب کنید.